معنای بهشت چیست؟ شاگرد گفت مادر. استاد باز پرسید معنای مادر چیست؟ شاگرد جواب داد فرشته زمین. استاد خرسند شده باز پرسید تا به کدام درجه مادرت را دوست می‌داری؟ طالب علم با سخنانی غم انگیز گفت تا به درجه ای که نمیخواهم از جنت برگردد. استاد حیران شد و گفت ساده در فهمان؟ شاگرد باشد با چشمان اشک‌آلودش گفت من مادر ندارم. من از مادر محرومم. دوستان، مادر را غنیمت دانید، زیرا که با این غم و درد می توانید هر لحظه این فرشته را از دست دهید. بعد مرگش در سر قبرش گریستن ها چه سود؟